پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 11 اپریل در وزارت‌های معارف و علم، مالیه، اگنت‌های نظارت در ساحه معارف و علم، خواجگی جنگل، بهداشت زمین و آبیاری تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله سبحانزاده اکرام سبحان با قرار حکومت از وظیفه مدیر اگنتی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان آزاد گردیده، با فرمان پرزیدنت مدیر اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم تعیین گردید. با قرار حکومت عبداللهزاده زیادالله نظر معاون وزیر معارف و علم، عثمانزاده ایوب اسلام رکتور دانشگاه دولتی خوجند، قربانیان سرور صابر معاون وزیر مالیه، نعمت الله نظرزاده ابراهیم مدیر اگنتی جنگل و عبدالرحمنزاده نگینه شهرت مدیر اگنتی رشد بازار کاغذهای قیمتناک و به قیدگیری مخصوص گردانی شده وزارت مالیه تعیین کرده شدند. رحمتزاده مرادعلی باتور به جای حکیمزاده حاتم رستم که از عالم چشم پوشید رهبر مرکز تطبیق لایحه آبیاری زمین‌های وادی دنقره تعیین کرده شود. مدینه نبیزاده از مقام مدیر مکتب پرزیدنتی شهر بوستان و نبیزاده نعیم از مقام مدیر اگنتی جنگل آزاد کرده شدند. در مورد هر دو گفته شده است که بنا به وظیفه دیگر گذاشتن برکنار شدند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت امامعلی رحمان در ملاقات با کادرهای نفتعیین از آنها خواسته است که با دست و دل و نیت پاک به وطن و ملت خدمت نمایند، در روند سازندگی و بنیادکاری با مهنت صداقتمندانه و صافدلانه خود سهم مناسب گذارند و وظیفه های خدمتی خود را باعث بلند مسئولیت، صادقانه و پاک وجدانانه اجرا نمایند.